تازه از خواب بیدار شدم مثلا 7:37 من 8 باشگاه باشم. من که خیلی دیرم شده. اونا دیگه نمیدونی من میتونم برم برای مازه بیایید وسط اینکه دارم موهامو اوکی میکنم و اینا راجع به نرد بودنم صحبت کنم. قضیه نرد بودن من از بچگیم تا الان ادامه داره. یعنی من قشنگ یادمه داداشم که کوچیک بود خیلی دلش میخواست که یکی رو داشته باشه باش بازی کنه، بازی کامپیوتر، چون خودش خیلی سر در میاره. فکر می‌کنه که منم خیلی دوست دارم و کامپیوترش رو داد به من که بتونم مثلا 1-2 هفته یاد بگیرم چجوری روشن و خاموشش کنم. و فکر کنید من چیکار کردم؟ حدس بزنید. روی صفحش یه درخت کشیدم با چند تا پروانه و هیچ وقت بکش نکردم، چون احساس می‌کردم بهترین نقاشیه که تو کل عمرم کشیدم. واقعا قشنگ. خب من بالاخره از تمرین برگشتم. اگه صدایی میشنوید به خاطر اینه که خونه بغلیمونو دارن میسازن یا بازسازی میکنم. چرا هر سری نودل سفارش میدم انگار که مثل مارک سیگار هست که آدما یه وقتی خیلی بهشون لویال میشن چون که دیگه عوضش نمیکنیم. احساس میکنم این وعده غذایی برای بعد تمرین وعده‌ایه که دلم نمیخواد بهش چیت کنم، نمیخوام خیانت کنم، میخوام نگهش دارم. دیگه وقتی حالم بد میشه جدی حالم بد میشه، ولی هر چیز دیگه بخورم بدتره و اصلا من نمیچسبه. ترجیح میدم با حال بدی و طوری اینو بخورم ولی چیز دیگه نخورم. من این خیلی بده، اصلا نمیدونم چرا مغزم اینطوریه. یکم خلوچه نیستم. من دارم میرم کلاس کنکور. حالا این وسطا یه چیزی راجبش بگم. نمیدونم واقعا این حجم از ناراحتی، این حجم از استرس کلا برای امروزم خوب بود یا خیلی زیادی بود. احساس میکنم که امروز روز من نیست، به خاطر اینکه خیلی اتفاقات افتاد که آدم توقعشو نداره و دیگه طوری که هیچی اونجوری که من میخوام پیش نمیره خیلی عصبی میشم. و امروز حالا نتایج اون آزمون خیلی ساده اول برای اینکه حالا مثلا قدم به قدم بریم جلو اومد و من پایین ترین نمره رو گرفتم، به خاطر اینکه این عقل به من نگفت وقتی یه سالی رو بلد نیستی و صحبت کردی که بلد نیستی و گفته حالا بعدم در آینده همونو توضیح میده، خب نزن تستشو. وقتی تستشو میزنی نمره منفی داره. و این مغز اینطوری بود که 10 20 30 40 50 60 میگم که زندگی تفریح تنهام یعنی تنهایی ببرم چیز بگیرم بخورم و سیگار بکشم. خب الان چهارشنبه است و اینکه امروز حال نداشتم، یعنی باید میرفتم باشگاه صبح ولی به خاطر اتفاقات بدی که افتاد نتونست. برنامه امروز چیه؟ برنامه خاصی ندارم، صرفا میخوام زنده بمونم. این خیلی مهمه، آدم باید سعی کنه تو زندگی به درد نخور زنده بمونه. اما اولین رکن برای اینکه بخوای زنده بمونی اینه که تو محیطی زندگی کنی که تمیزه. بنابراین این افتضاحو و همه این افتضاح ها رو میخوایم تمیز کنیم.
پاستا درست کردیم. این همه پاستا به خاطر اینکه کل خانواده‌ام عاشق پاستا یعنی که من درست میکنم. نه پاستا من مطمئن نیستم. همشون سلنا شب ادراری بگیره بیاد جیش کنه روشون. برای چی داری اینا رو میگی؟ که بمیرن اینا، کنکور بگیره. زمانی که اون پسر گنده رفت خب چه حسی داشتی؟ میدونی 3 ساعت گریه کردم جدی؟ آره دارم ببینم چند بار با این چیز گریه کردی؟ هیچی 5-6 بار گریه